تحولات نظامی رو داریم میبینیم. ایالات متحده آمریکا و غرب تسلیحات و گروه‌های نظامی رو وارد منطقه دارن میکنن. رئیس جمهور فرانسه گفتن که مبارزه با تروریسم در منطقه رو در سلوحه کار خودشون قرار میدن. آیا باید اینطوری نگاه بکنیم که این سقوط به دلیل این جنگی که در غزه به راه افتاده برای مردم ایران در دسترس هست سقوط جمهوری اسلامی؟ این بستگی داره که خود ما ایرانیان در بله اول در واقع قانعشون بکنیم که به نفع خودتون هست که ما مردم ایران آزاد بشیم، به نفع خودتون خواهد بود، حتی از یک دیدگاه منافع، حالا چه امنیت ملی چه منافع اقتصادیتون، که کشور ایران بتونه این زمینه رو براتون فراهم بکنه، هم برای به سود مردم ایران و اقتصادش، هم به سود خودتون. بنابراین چرا انقدر اصرار دارید که با دم مار بازی بکنید ولی سر ما رو نبرید؟ ما میخوایم سر ما رو ببریم. ما میگیم چشم اون اختاپوس تو تهرانه، حالا شما درگیر بشین با حماس، درگیر بشین با حزب الله. اصل قضیه رو باسی از بین برد. این بخش شما تا باز دنیا بفهمه که شما به جای که بیاین واقعا فشار حداکثری رو رژیم بذارین، به جای که بیان و اون سیاست‌های تحریمتون رو به عمل برسونید، حالا میخواد تحریم نفتی باشه یا چی باشه یا چی نباشه، که لااقل دست نظام باز نباشه که این هزینه‌ها رو در جهت حفظ خودش سرکوب بیشتر در ایران و ادامه ماجراجوهای منطقه بکنه. خب این رو بهشون محدود بکنید.